بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله. امروز درس سومی اللغة العربية هست، عربی ابتدایی که ما انشاءالله 10 درس 11 درس می داشته باشیم. این درس سوم هست که در مورد صفت و موصوف می باشد. سر میکنیم انشاءالله. خب صحیفه دوم الصفة والموصوف، صفت و موصوف، یعنی که همین الصفة والموصوف چیست؟ صفت و موصوف را به یعنی زبان تاجیکی چی گفته می شود؟ خب نقطه اول این هست که صفت آن کلمه را گفته می شود که درباره یک اسم یعنی به چگونگی کسی یا چیزی دلالت می کند و چگونگی اشیا را می فهماند. نقطه دوم این هست که موصوف آن اسم را گفته می شود که درباره چگونگی او بیان کرده شود. یعنی که موصوف آن چیزی هست، آن کسی هست که درباره او یک یعنی چگونگی او را بیان کند و کلمه‌ای که چگونگی را بیان می کند یعنی که درباره یک صفتی همان شخص یا همان شی وقتی که یک یعنی دلالت می کند یا اینکه یک خبر می دهد، معلومات می دهد، آن کلمه‌ای که یعنی معلومات دهنده هست آن کلمه رو صفت گفته می شود و درباره کسی یا چیزی آن کلمه رو موصوف گفته می شود. نقطه سوم این هست که تنها موصوف و صفت پر جمله حساب نمی شوند. یعنی که وقتی که ما موصوف و صفت رو میاریم یعنی که پر این دو کلمه جمله حساب نمی شوند، بلکه جمله ناقص یا اینکه مرکب گفته می شود. وقتی که من میگویم جمله ناقص، همین جمله ناقص مرکب هست. یعنی به زبان عربی مرکب وقتی که ما میگویم یعنی هدفمون چیست؟ جمله ناقص، یعنی که پورا جمله نیست. خب یک مرکب هست، یک قسم جمله هست. میتواند این قسم یا مبتدا شود یا خبر شود و غیره. مثال‌ها را نظر کنید. مثال اولی رجل قوی. مثال اولی رجل قوی، مردی قوی. من این خیلی 3 نقطه موندم. برای چی؟ برای آن که من اشاره کنم به شما که این جمله دوام دارد. یعنی که من نمیگویم که یک مرد یا این مرد قوی هست، من میگویم مردی قوی و دوام دارد. یعنی من میتوانم بگویم که آمد، مردی قوی آمد، یا اینکه رفت، یا اینکه گفت. خوب، یعنی که جمله دوام دارد و من وقتی که این دو کلمه رو موصوف و صفت رو وقتی که میارم چی می شود؟ یعنی جمله ناقص هست، جمله پوره نیست. و رجلون در این مثال موصوف هست، یعنی آن اسم هست که درباره همین اسم، درباره چگونگی همین اسم که مرد می باشد بیان شده ایستاده است. و کلمه بیان کننده یعنی کلمه که صفت هست، یعنی که صفت دهنده قویون هست. کدام صفت هست؟ صفتی قوی بودن. خوب، با یعنی زبان تاجیکی هم من گمان میکنم که شما صفت میگوید، یعنی کلمه هایی که به چگونگی چیزی یا کسی دلالت میکنند. موصوف را نمیدانم، شاید شما موصوف نگوید، اما یعنی همین لغت تاجیکی هم چون که فارسی هست و غیره، بعضی یعنی همین خیل نقطه های لغویش به عربی برمیگردد. به هر حال رجل موصوف هست و قوی صفت. پس وقتی که من در این درس با شما میگویم که صفت در این جمله چیست، چون که مشق در آخر درس می آید، شما خوب گوش کنید. شما برای من باید یک همون کلمه را جستجو کنید که درباره چگونگی یک چیزی بیان کند. اگر من شما را بگویم که بعضی صفت ها را شما برای من مثال بیاورید، شما باید یعنی بدانید که کلان، میده، خوب، مثلا قوی، ضعیف، خوب، رنگ ها هم میتوانند که یعنی کلمه های بیان کننده باشند که به چگونگی یک چیز دلالت کنند و غیره. مثال دوم البنت القصیرة. البنت القصیرة، چون که در اینجا ال هست من ترجمه رو چی کردم؟ آن. ما درباره الف لام علاقه گپ زدیم پیش، یعنی ما علاقه گپ زدیم که چطور الف لام باید ترجمه شد و یعنی در زبان تاجیکی متاسفانه
الف لام یک ترجمه درست ندارد، چون که آن اصلا چیست؟ کلمه اشاره هست. اما برای که ما یعنی برای که الف لام یک یعنی حرفی هست میگوییم، یا اینکه یک یعنی کلمه هست که یک کلمه رو معین میکند، حرفهایی هست که به کلمه پیوست میشوند و کلمه رو اسم رو از نامعین به معین بودن تبدیل میکند. برای همین ما آن رو استفاده میبریم. البنت القصیره، آن دختری قد پست. آن دختری قد پست جمله ناقص هست، من باید به این جمله اضافه کنم. گفت، شیشت، یعنی پخت و غیره. در اینجا وقتی که میبینید در اینجا البنتو و داریم یعنی دختر و داریم قد پست. اگر من از شما بپرسم یعنی صفت از جمع صفت و موصوف، صفت رو یعنی فهمیدن یعنی که شناختن، زیادی وقت من اهمیت دادم که شاگردان صفت رو تیز یعنی میشناسن، چون که صفت به چگونگی یک چیز یا کسی دلالت میکند. یعنی خیلی چی شده است؟ پهن شده است و یعنی همگی چی شده است؟ یعنی آنها میدانند که وقتی که چگونگی یک چیزی بیان می شود آنها یعنی دریافت کرده می توانند، فهمیده می توانند، اهمیت می دهند که این کلمه به چگونگی یک چیزی دلالت می کند. وقتی که ما می گوییم قد پست یعنی که یک صفت یک کسی را یا یک چیز را بیان می کند. قد پست در اینجا صفت می شود و یعنی که کسی که درباره‌اش همین معلومات را داده می شود، همین صفت را گفته می شود، آن شخص موصوف می شود. خب موصوف اصلا کلمه عربی هست که معنای لغوی موصوف یعنی آن چیزی هست که دارای صفت هست، یعنی صفتی که ما ذکر میکنیم در همان چیز موجود هست. پس در اینجا دارای صفت کیست؟ دختری قد پست. خب و این کلمه ها رو هم کوشش کنید که یعنی در فکر خود بگیرید. رجلون چی معنا دارد؟ قویون خیلی تاجیکی هم هست، در یادتون بگیرید که به عربی و تاجیکی یک هست. قصیرون، قصیرتون و غیره. مثال سوم کتاب مفیدون. برای همین هست که من جمله های را انتخاب میکنم که یعنی کلمه ها به تاجیکی هم موجود باشد زیادی وقت. کتاب مفیدون، کتاب مفید. کتاب مفید در اینجا کتاب موصوف هست و مفید صفت هست، چون که ما درباره کتاب یک صفتش رو بیان میکنیم، چگونگی این کتاب رو بیان میکنیم و این هم جمله ناقص هست، پره نیست. من باید با این جمله یکم چیزی اضافه کنم. خب الصراط المستقیم، آن راهی راست. پس در اینجا الصراط موصوف هست و مستقیم صفت هست، چون که ما یعنی بیان کرده استادیم که این راهی است که راه مستقیم هست. مثلا راهی کج نیست، چون که راه میتواند که دیگر طور هم باشد، چنانه که در مثال قبلی کتاب هم میتواند دیگر خیل باشد. کتاب میتواند کتابی دراز باشد، کتابی کوتاه باشد، کتابی مفید باشد، کتابی غیر مفید باشد، کتابی مثلا طبی باشد، کتابی اسلامی باشد، کتابی فقهی باشد، خب و غیره، کتابی زبان باشد. پس وقتی که کتاب میتواند هر طور باشد، چندین صفت داشته باشد، ما از همین جا یعنی قید کرده میتوانیم که کتاب در اینجا موصوف هست، صراط در اینجا موصوف هست. خب من امیدوار هستم که تا اینجا شما موصوف و صفت رو و شناختن موصوف و صفت رو یعنی یاد گرفتید. همین رو گفته میشد موصوف و صفت. اکنون دوام میکنیم به صحیفه 3. صحیفه 3 4 قانون‌های موصوف و صفت. موصوف و صفت چون که یک مرکب هستند، یعنی جمعاً هر دوی این کلمه ها وقتی که یک جای میشوند آنها رو المرکب التوصیفی گفته می شود. اما چون که این درس های ابتدا کنندگان هست، این قسم نام ها حالا ضروری نیست. 4 قانون هست که یعنی در وقتی جمله بندی موصوف صفت باید رعایت کرده شود. وقتی که انسان می خواهد که موصوف صفت رو استفاده برد و خودش جمله می بندد، باید همین 4 قانون رو رعایت کند که خیلی یعنی قانون‌های آسان هست. اصلا بخشی موصوف صفت خیلی بخشی آسان هست، فقط باید دانست که موصوف صفت چیست، چی را گفته می شود و 4 قانون‌هایی که در آن 4 قانون باید آنها یک خیل باشند، همین 4 قانون را باید یعنی حفظ کرد
و تمام. یعنی اونقدر چیزی دشواری نیست. اما یعنی اولین بار وقتی که میشنوید شاید دشوار معلوم شود، شما نخل فکر نکنید. خب قانون اول این هست که صفت و موصوف باید در حالت یک باشند. حالت این یعنی من کلمه تاجیکی رو در نظر ندارم، یعنی حالت بیماری و حالت خرسندی در نظر ندارم. من هدفم حالت اعرابی می باشد، یعنی که در حالت اعرابیشان، در حالت حرکت هاشان. خب اصلا حرکت گفتن درست نیست، چون که بعضی وقت حرکت ها کم ترک دیگر خیلی می باشن. این اصلا در حالت یعنی در حالتی مرفوع منصوب و مجرور بودن باید یک خیل باشند. یعنی من در اینجا فقط برای سهولیت نوشتم که حرکت های آخر، چون که در اول من شما را فقط آن موصوف صفت رو نشان میدهم که عموما یعنی از ظاهرا حرکت هاشون یک خیل معلوم میشوند. خب اما بعداً بعد شما میشناسید که اصلا ما وقتی که حالت میگویم یا حرکت های آخر میگویم ما چی رو در نظر داریم؟ ما اصلا یعنی حالت رفع، حالت نصب و حالت جری رو در نظر داریم که این بخش بعداً می آید. صفت و موصوف باید هر دویشان یا نکره باشند یا معرفه. نکره و معرفه رو من به شما یعنی فهمانده بودم. اگر یعنی به زبان تاجیکی نباشد ما گفته بودیم که نکره کلمه یا اینکه اسمی نامعین رو گفته می شود و عموما علامتش چیست؟ علامتش تنوین می باشد. رجلون غیر معین هست. اما معرفه اسم یعنی اسمی معین رو گفته می شود که عموما برای آن که کلمه نکره را به معرفه تبدیل کرده شود کلمه نکره ده الف لام اضافه کرده می شود. پس مثلا رجلون را ما الرجلو میکنیم. الرجلو من در اینجا برای شما می نویسم. این هست رجلون، این هست نامعین و علامتش تنوینی آخران هست ضمتین. و این یعنی بعدی رو وقتی که میبینید من به این چی اضافه کردم؟ من به این الف لام اضافه کردم. پس الف لام علامتی معرفه بودن هست عموما و تنوین علامتی نکره بودن هست. رجلون یک مرد نامعین و الرجل مردی معین، آن مرد. خب پس یعنی این همین قدر نیست، این قانون خیلی زیاد هست. یعنی حالتهای معرفه و نکره به دیگر علامت ها هم شناخته می شود. چنانکه که شما الکی شاید بدانید که من به شما گفتم که بعض معرفه ها وجود دارد که الف لام ندارند اما یعنی ذاتاً معرفه هستند. چنانکه که من گفتم ضمائر مثلا یا اینکه نام های اشخاص الکی معرفه هستند. نقطه سوم را یک بار ببینید. نقطه سوم چیست؟ که صفت و موصوف باید در جنس یک باشند. صفت و موصوف باید در جنس یک باشند، یعنی که در جنس مذکر یا مؤنث باید یک باشند. اگر موصوف جنسش مذکر باشد یعنی که مرد باشد، اگر یعنی انسان باشد، اگر مرد باشد، اگر چیز باشد یعنی مذکر باشد، جنسی مردی داشته باشد، صفت هم باید یعنی صفت هم باید مذکر باشد. اگر موصوف ما مؤنث باشد، زن باشد یا چیزی که جنسی زن دارد، اگر باشد باید کلمه رو باید استفاده بریم، صفتی رو باید استفاده بریم که صفت هم مؤنث هست. یعنی که ما باید صفت به صفت بعضی چیزها رو اضافه کنیم که صفت رو از مذکر بودن به مؤنث تبدیل میکند. یعنی که موصوف و صفت هر دوی کلمه ها باید به چی یعنی در دیگر کدام علامت یک خل باشند؟ در علامت جنسشان. تا حال ما یاد گرفتیم که در حالت که من میفهمانم الان در یعنی نکره و معرفه بودن باید یک خل باشند و آخران از جهتی جنس باید یک باشند. و نقطه چهارم این هست که صفت و موصوف باید در عدد یک باشند. یعنی که از جهت عدد یا اینکه مفرد یا اینکه جمع یا اینکه تثنیه اگر باشند، یعنی که یک تا باشند. اگر صفت اگر موصوف یک تا باشد، صفت هم باید یک تا باشد، مفرد باشد، در حالت افراد باشد. اگر موصوف تثنیه باشد یعنی که دو تا باشد، چون که شما شاید بدانید یعنی که در زبان عربی فقط مفرد و جمع نیست، مفرد هست که به یک چیز دلالت میکند، تثنیه که به دو چیز و جمع به سه یا زیادتر چیزها دلالت میکند. پس در این حالت هم باید آنها یک باشند. خب
من از طریق مثال به شما میفهمونم. در اینجا نظر کنید الطبیب الماهر. الطبیب الماهر، این مثال اولی رو اگر ببینید، الطبیب الماهر، الطبیب معنا دارد دکتر و الماهر یعنی ماهر، مهارت داشتن، دکتری ماهر. اکنون در این مثال ببینید از جهتی یعنی حالت، یعنی از جهتی حرکت های آخر که میتواند حرکت چی باشد؟ ضمه باشد یا ضمتین. خب ضمه یا ضمتین چیست؟ یعنی این را حالتی رفع گفته می شود، حالتی رفع. خب رافعین. اما اگر شما این نام را فهمیده نتوانید باقی نداره، فقط بدانید که حالت یکم حالتی ضمه و ضمتین هست، پیش و دو پیش. حالتی دوم حالتی نصب هست، خب که فتحه یا فتحتین هست. خب و حالتی سوم حالتی جری گفته می شود که حالتی کسره و کسرتین هست. یعنی که وقتی که هر دوی کلمه می آید، اگر کلمه اول بالایش اگر ضمه داشته باشد، کلمه دوم هم باید ضمه داشته باشد، یعنی پیش داشته باشد. ما میبینیم که در حالت اولی اینها میخوانند، یک هستند که این قانونی یعنی شرط اول رو پورا میکند این جمله. شرط دوم صفت و موصوف باید هر دویشان یا نکره باشند یعنی غیر معین، یا اینکه معرفه یعنی که معین. پس در اینجا میبینیم که یعنی علامت معین بودن چیست؟ یک علامت هایش الف لام. در اینجا این کلمه الف لام دارد، یعنی که آن طبیب، آن دکتر. خب و میبینیم که در این هست موصوف و میبینیم که در صفت هم الف لام هست و پس شرط دوم هم چی شده است؟ شرط دوم هم پورا شده است. شرط سوم صفت و موصوف باید در جنس یک باشند، یا اینکه هر دوی کلمه ها مؤنث باشند یا اینکه هر دوی کلمه ها مذکر باشند. پس الطبیب یعنی جنسش مذکر هست، یعنی که دکتری مرد رو در نظر داریم. پس ماهر که صفتی همین دکتر هست، همین هم مذکر هست، یعنی مرد، صفتی مردی هست که یعنی هر دوی این کلمه ها باید در همین شرط هم یک باشند، در جنس یک هستند. اگر من می گفتم الطبیبه تو یعنی که دکتری زن، من باید ماهر رو را و ماهرتو تبدیل میکردم، یعنی که تای گرد در آخرش اضافه میکردم تا اینکه هر دویشان رو از جنس مردی به زنی تغییر بدیم. اما یعنی حالتهای مؤنث و مذکر رو در یک درسی آینده یاد میگیریم. فی الحال شما بدانید که اینها هر دویشان مذکر هستند و در شرط سوم یک هستند. شرط چهارم صفت و موصوف باید در عدد یک باشند. الطبیب یک دکتر را گفته می شود، چون که دو دکتر الطبیبانی می شود و جمع الاطباء می شود، یعنی که اطباء این است جمعی طبیب. پس چون که این موصوف یک تا هست، صفت را هم می بینیم که صفت هم یک تا هست، چون که ماهرون هم می تواند ماهرانی بشود و غیره. پس در هر چهار صفت، در هر چهار شرط ها یک هستند میخوانند. پس این مثال جمله هست که درست هست از نگاهی موصوف و صفت بودن. پس این را وقتی که من ترجمه میکنم میگویم آن طبیب یا آن دکتر ماهر، آن دکتر ماهر و نقطه نقطه نقطه، یعنی که جمله دوام دارد. پس این یعنی موصوف و صفت یعنی مرکبی درست هست، چون که در چهار شرایط یک می باشند. یعنی مثالی هست، مثال این دو مثال های نادرست هست و این دو مثال های درست هست. خب اکنون یک مثال نادرست رو اگر نظر کنیم تا اینکه شما یعنی مقایسه کرده بدانید که این صحیفه یعنی همین قانون ها چی طور یعنی باید تطبیق کرده شوند در جمله. عائشتو الجمیلون، در اینجا من نوشتم عائشتو، چون که حالت هر کلمه عربی یا نام باشد یا شیء باشد، چیز باشد، یعنی که طبیعتاً یعنی حالتی رفع می باشد، یعنی حالتی که در کلمه
ضمه یا ضمتین یعنی پیش یا دو پیش باشد. این حالتی یعنی طبیعی کلمه هست، اولی کلمه هست. تا وقتی که یگان یعنی عامل، تا وقتی که یگان یعنی علامت یا حالت بر کلمه نآید که او را از این حالت دیگر کنند، همه کلمه های عربی، همه یعنی اسم های عربی به حالتی یعنی رفع می باشند. وقتی که شما می خواهید که مثلا بگویید کتاب، کتابون در اصل هست، قلمون هست، مثلا سفینتون هست، طاولتون هست و غیره. خوب اهمیت داده که چخیل من اون گفتم، یعنی که با ضمتین گفتم. برای چی؟ برای که این حالتی طبیعی و اصلی کلمه ها هست. پس در اینجا هم عایشه اصلا چیست؟ عایشه تو. من برای چی تون نگفتم؟ برای که این یک قانون دیگر هست که یعنی نامهای زنها یا نامهای زنانه که با این خیل تا مربوطه یعنی به انتها میرسن، در آخرشون تا مربوطه هست، تا گرد هست، یعنی اجازت نیست، ممکن نیست که برای آنها تنوین خوانده شود. همه نامهای یعنی زنانه، زنان یعنی با تنوین تمام نمی شوند. عموما نامهای زنها با تنوین تمام نمی شوند، با یک ضمه، یعنی که عایشه تو، فاطمه تو، زینبو و غیره. تنوین به آنها اضافه کرده نمی شود. پس در اینجا هم عایشه تو میگویم و در اینجا چیست؟ الجمیلون. اولا میبینیم که در حالت، آیا در حالت یک هستند؟ در حالت بله یک هستند، چون که گرچندی که من تو میگویم اما دو پیش و پیش یک هستند، یعنی در یک حالت هستند. ضروری نیست که در حالت یعنی تنوین و غیر تنوین بودن یک باشند. خوب یعنی که کلمه اول اگر یعنی پیش داشته باشد، ضمه داشته باشد، کلمه دوم تنوین داشته باشد، یعنی که ضمتین داشته باشد، باز هم در یک حالت شمار می شوند. خوب اگر هر دویشان یعنی فقط ضمه داشته باشند یا هر دویشان یعنی ضمتین داشته باشند، این هم یک حالت حساب می شود. و اگر مثال فتحه رو استفاده برم، اگر در اینجا فتحه باشد و در اینجا دو فتحه، این هم یک حالت حساب می شود. پس من برای شما گفتم که حالتی اول، حالتی شما در یعنی دفترهای خود نویسید. حالتی اول حالتی رفعی هست که فتح ضمه یا ضمتین یک هستند. حالتی دوم حالتی نسبی هست که فتحه و فتحتان یعنی یک حالت حساب می شود و حالتی جری کسره و کسرتان. خوب در حالت یک هستند. خوب شرط اول رو پورا می کنند. شرط دوم صفت و موصوف باید هر دویشون یا نکره باشن یا معرفه. خب در اینجا میبینیم که عایشه تو معرفه هست یا نکره؟ معرفه هست. برای چی؟ گرچندی که الف لام ندارد، برای که من به شما گفتم که یعنی برای معرفه بودن فقط علامت الف لام نیست، بلکه نامهای اشخاص هم چی هست؟ معرفه هستند، خاص هستند. وقتی که ما میگوییم عایشه، الکی یک زنی خاصی را در نظر داریم. پس این معرفه هست. آیا این معرفه هست؟ الجمیلون. میبینیم که خوب در اینجا چیست؟ یک کم ترک یعنی یعنی نادرستی معلوم می شود. یعنی من از شما سوال میکنم، یک قانونی را من برای شما گفتم درباره الف لام و درباره تنوین در یک کلمه بودن. یکم کس بیاد دارد همین قانون را؟ بله، تنوین و الف لام در یک کلمه نوشته نمیشن. درست گفته. در اینجا الف لام هست. اگر الف لام باشد، من برای شما گفتم الف لام علامتی معرفه بودن هست، پس باید تنوین نباشد، چون که تنوین عموما علامتی نکره بودن هست. پس در اینجا علاقه به ما معلوم می شود که در اینجا کدام چیز نادرست هست. اما اگر بگوییم که مثلا مایلش الف لام دارد، معرفه هم هست، گرچندی که در اینجا علامتی نکره هم هست، این کلمه خودش نادرست هست. اما اگر این را ما بکنیم الجمیلو، مایلش بگوییم تنوین نادرست است، تنوین را یک طرف مانیم، در اینجا ضمه اگر نویسیم، خوب در یعنی معرفه بودن هم یک هست. اینش معرفه هست از خاطری الف لام و اینش معرفه هست از سببی نام بودن. علامت شرط سوم را نظر کنیم. صفت و موصوف باید در جنس یک باشند. خب این است جنسی مؤنث، چون که عایشه زن هست. الجمیلو، آیا این جنسی مردی هست یا زن؟ این جنسی مردی هست، چون که یعنی
اصلا طبیعتا کلمه ها از جنس یعنی صفت ها عموما از جنس مردی سر می شوند و بعد به آنها باید یعنی تای گرد را اضافه کرده شود تا اینکه صفت مردی را به صفت زنی تبدیل کرده شود. چون که من در اینجا به شما گفته بودم که ماهرو، ما باید این را یعنی بگویم ماهرتو تا اینکه از صفت مردی به زنی تبدیل کنیم. پس در اینجا هم چون که ما درباره عایشه یعنی ما میخواهیم بگوییم که عایشه خوشرو، عایشه زیبا، همین رو در نظر داریم. جمله را همین یعنی مرکب را یعنی جمله ناقص را همین ترجمه را در نظر داریم. پس میبینیم که در اینجا جمیلتو نیست، در اینجا تای مربوطه تای گرد نیست. پس میبینیم که خوب در جنس یک نیستن. اول در معرفه و نکره یک نبودن یک بلا کردیم، در جنس یعنی یک نیستن. پس این جمله یعنی هیچ امکانیتی نیست که این درست باشد. یعنی از جهت مرکب، از جهت جمله ناقص بودن، جمله ناقصی درست نیست. یعنی مرکب توصیفی، مرکب موصوف و صفتی درست نیست. چون که در دو چیز نقص دارد، تقصیر دارد. هر دویشان در از جهت نکره یا معرفه بودن یک نیستند، چون که این کلمه حتی غلط هست، و از جهتی یعنی جنس هم یک نیستند. پس این نادرست هست. جمله درست میتواند که اینطور باشد که من نویسم عایشه تو، کمتر جای کم هست، عایشه الجمیله تو. اگر من اینطور بنویسم این درست میشود. برای چی؟ برای که در حالت هم یک هستند، یعنی هر دویشان در حالت رفعی هستند، ضمه دارند. از جهت معرفه و نکره هم یک هستند، چون که الجمیله تو الف لام دارد، عایشه تو نام هست، هر دویشون معرفه هستند. سوم از جهت جنس هم الجمیله تو تای گرد دارد که این به جنسی زنانه دلالت میکند، عایشه خودش زن هست. و از جهت عدد هم یک هستند. اکنون این جمله رو محمدون الصالح رو نظر کنید. از جهت حالت یک هستند. این هست محمدون الصالح، اما در حالت خواندن یعنی تنوین رو نمیخوانید، باید بگویید محمدون الصالح. خوب، این یک قانون دیگر هست. اگر فهمیدید خوب، اگر نفهمیدید باقی ندارد. فقط ببینید که محمدون الصالح هست. خوب، یعنی که من گفتنم در نظر هست که محمدی صالح، محمدی صالح نقطه نقطه، یعنی که جمله دوام دارد. از جهت یعنی دوم از جهت نکره و معرفه بودن، هر دویشان معرفه هستند. چون که محمد نام شخص هست که نام اشخاص معرفه می باشند، خاص می باشند، و الصالح الف لام دارد که به یعنی خاص بودن، به معرفه بودن دلالت می کند. اکنون نقطه سوم از جهت جنس محمد هم مذکر هست، الصالح هم مذکر هست، یک هستند. و در نقطه چهارم از جهت عدد هم هر دویشان مفرد هستند. پس این جمله درست هست، این مرکب درست هست، این مرکب هم درست هست. و یک مثال نادرست را دوباره نظر میکنیم، البیت الجدیدی. خوب، میبینیم که در اینجا الف لام هست، در اینجا الف لام هست. الکه از جهت الف لام یک هستند، یعنی که هر دویشان معرفه هست. پس این یعنی این شرط تمام، این شرط هست. از جهت جنسی هم میبینیم که هر دویشان تای گرد ندارند، هر دویشان جنسشون مرد هستند. خوب، جنسی مذکر هست، پس از جهت جنس هم یک هستند. از جهت عدد هم یک هستند، چون که بیتو یعنی خانه نو، ترجمه چیست؟ خانه نو. آن خانه نو چون که معرفه هستند. خانه و نو هر دویشون مفرد هستند. و از جهت حالت اکنون اهمیت میدهیم که در کلمه موصوف، در کلمه اول چی آمده است؟ ضمه آمده است، پیش آمده است. و در کلمه دوم چی آمده است؟ کسره. البیت الجدیدی. پس در اینجا یعنی خطا همین هست که جدیدی نوشته شده است، باید این جدیدو باشد. اگر جدیدو باشد این یعنی چیست؟ جمله درست می شود، مرکبی درست می شود. خوب، این بود 4 قانون‌های موصوف و صفت. طریقه ترجمه کردن از عربی به تاجیکی. نقطه اول این هست که اول نظر کرده می شود، یعنی که اگر جمله عربی رو من برای شما بدهم، چون که در این مثال می بینید النجم المنیر. نقطه اول همین است که اول نظر کرده می شود که هر دوی کلمه ها معرفه هستند یا اینکه نکره. بعد به مطابق آن اگر کلمه معین باشد،
یعنی هر دوی کلمه ها باید، چون که هر دوی کلمه ها یک می باشن، یا هر دویشون معرفه یا هر دویشون نکره. پس در این مثال النجم المنیر رو میبینیم که هر دویشون الف لام دارن، یعنی که هر دویشون کلمه های معرفه هستن، کلمه های خاص هستن. پس اگر یعنی کلمه معین باشند، کلمه معین کننده آن را یک بار در اول گذاشته می شود، یعنی در اول ترجمه تاجیکی شما، و اگر کلمه های غیر معین باشند گذاشته نمی شود. پس در اینجا ما می بینیم که این در این مرکب النجم المنیر رو الف لام موجود هست. پس ما چی میکنیم؟ در اولی جمله خود می نویسیم آن. خب آن چون که این مرکب معرفه هستند. نقطه دوم چیست؟ که بعداً کلمه اول را یعنی موصوف را، این است کلمه اول، این است کلمه دوم. کلمه اول را ترجمه کرده می شود و حرف ای را پیوست کرده می شود. پس معنای نجم چیست؟ ستاره. پس ما می نویسیم آن ستاره، بعد چی می کنیم؟ ای را پیوست می کنیم، ستاره. بعد آخران چیست؟ بعد کلمه دوم را یعنی صفت را، این کلمه دوم هست، ترجمه کرده می شود آن ستاره منیر یعنی روشن. خب آن ستاره روشن. پس این مرکب توصیفی هست، جمله یعنی جمله ناقص مرکب درست هست و این است طریقه ترجمه کردن از عربی به تاجیکی. اگر این یعنی مرکب اگر درست‌تر شود یا در مابین جمله بیاید، کم ترک یعنی طریقه ترجمه کردنش دیگر می باشد. اما یعنی اگر ما یک مثال عادی را بگیریم، همین طور ترجمه کرده می شود النجم المنیر، آن ستاره روشن. صحیفه بعدی صحیفه 5، مثالها از قرآن. مثال اول را ببینید. اینی لکم رسول امین، من برای شما پیامبری راستگو هستم. پس در اینجا اگر یعنی به ترجمه تاجیکی اهمیت بدهید، پیامبری راستگو، پیامبری راستگو، میبینیم که پیامبر در اینجا همان اسمی هست که درباره‌اش یک صفت گفته می شود. خب یک چگونگی او را بیان کرده می شود و همان چگونگی در اینجا راستگویی هست. پس اگر در یعنی به جمله عربی اگر نظر کنیم، در اینی بیشک من، لکم برای شما، رسول امین مرکبی توصیفی ما می باشد. مرکبی موصوف صفتی ما هست، رسول موصوف خوب و امین صفت، موصوف و صفت. رسول امین پیامبر یا پیامبری راستگو. خوب در مثال دوم، ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة، و کنیز مؤمنه بهتر از آزاد زنی مشرکه هست. در اینجا ولا این اضافه هست، یعنی من به شما این را نمیفهمانم، فقط نظر کنید به امتون مؤمنتون. معنایش چی است؟ کنیزی مؤمنه. در یادتان هست در صحیفه قبلی من گفتم ای را اضافه کرده می شود، در اینجا ای را اضافه کرده شده است، یعنی باقی ندارد، هر دویش یعنی درست هست. یا اینکه کنیزی، کنیزه، نمیدانم به تاجیکی یعنی کدام وقت کدام را استفاده کرده می شود، اما یعنی همین هست، یعنی طریقه ترجمه کردن. خب کنیزی مؤمنه، ما میدانیم که یعنی کدامش صفت هست؟ مؤمنه صفت هست، چون که این یک صفت می باشد، مؤمن بودن، راستگو بودن، صالح بودن و غیره. درباره کی این یعنی صفت این چگونگی بیان کرده شده هست؟ درباره کنیز. پس در اینجا کنیز امتون کنیز هست، موصوف هست و مؤمنه صفتی همین کنیز هست. خب در مثال سوم نظر کنید. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، آنانی که از این رسول، این پیامبری امی. خب یعنی این آیت ها دوام دارن. امی اصلا هست پیروی میکنن، چون که در اینجا یتبعون هم آمده است. اما یعنی مهمتر برای ما چی هست؟ همین فقط مرکب های موصوف و صفت را جستجو کردن و یافتن. الذین کسانی که یتبعون پیروی میکنند رسول النبی الامیه، من میتوانم برای آسانی رسولی
نبی امی، یعنی که رسول این پیامبری امی، کسی که خوانده و نوشته نمیتواند امی گفته میشود. پس در اینجا وقتی که میبینید ما چی داریم؟ اصلا ما در اینجا یک موصوف داریم و دو صفت داریم. رسول در اینجا کسی است که یعنی کسی است که درباره چگونگی او بیان شده ایستاده است. پس در اینجا رسول موصوف هست و صفت یکمش چیست؟ که این رسولی هست که پیامبر هست، صفت اول، و امی صفت دوم هست. خب این است یعنی یک طریقه ترکیبی. ما این خط ترکیب میکنیم در جمله تا اینکه بفهمیم که زبان عربی چطور یعنی گپ زده میشود، چطور استفاده کرده میشود. پس در اینجا یعنی موصوف هست و دو صفت دارد. و میبینیم که در همه این جمله هایی که تا حال من برای شما پیش کردم، از هر نگاه از 4 شرایط هر 4 شرایط رو پوره میکنند. یعنی که در حالت رفعی، نسبی، جری هم یک هستند. در اینجا میبینید که در 2 جمله های اول یعنی حالت رفعی هست، رسول امینون. در مثال دوم هم یعنی مثال رفعی هست. در مثال سوم در اینجا فتحه هست، مثال نسبی هست. یک هستند. از جهت نکره و معرفه بودن هم یک هستند. در جایی که الف لام نمی آید، مثلا مثال یکم الف لام نمی آید در موصوفش، پس در صفتش هم الف لام نمی آید. در مثال سوم چنانی که می بینید الف لام در موصوف می آید، پس در 2 صفت ها هم الف لام می آید. یعنی از هر 4 نگاه اگر شما نظر کنید و مقایسه کنید می بینید که می خوانند و باید بخوانند. اگر نخوانند اینها مرکب های توصیفی، مرکب های موصوف و صفت حساب نمی شوند. و یعنی از جهت جنسی اگر مثال دوم رو ببینید، امتون مؤمنتون چیست؟ این جنس موصوف کنیز میدانید که کنیز زن را گفته می شود، چونکه و در اینجا تای گرد هم موجود هست. پس کنیز یعنی جنسش مؤنث هست و مؤمنه هم جنسش مؤنث هست. مثال 4 وقال رجل مؤمن من آل فرعون، و مرد مؤمن از خاندان فرعون گفت. خب در اینجا ببینید مرد مؤمن، پس مرد معلقه میبینیم که چیست؟ موصوف هست، مؤمن صفتش. اکنون این رو باید در این آیه پیدا کنیم. و گفت رجل مرد، یک مرد نامعین، مؤمن صفت هست از خاندان فرعون. پس در اینجا میبینیم که رجل مؤمنون مثالی چیست؟ موصوف و صفتی ماست. پس ما چی میگویم؟ یک مرد مؤمنه از خاندان فرعون گفت. خب و از هر جهت با یکدیگر میخوانند. 5 مثال ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، و پیروی نکنید و پای به جای پای شیطان مگذارید که دشمنی آشکاری شماست. و پیروی نکنید، خطوات یعنی جای پای شیطان، راه شیطان را، انه بیشک او لکم برای شما عدوون دشمن مبین آشکار هست. خب دشمن آشکاراست. در اینجا اهمیت میدهید که عدو مبین مثالی موصوف و صفتی ما می باشد، چون که عدو موصوف هست یعنی کسی هست یا چیزی هست که یعنی درباره چگونگی او بیان کرده ایستاده است، بیان می شود، و مبین آشکار این صفت هست. و از هر نگاه، از هر 4 نگاه هم به همدیگر می خوانند، یک هستند. دوام میکنیم به بعضی کلمه های جدید و بعداً مشق. این بعضی کلمه های جدید هست که یعنی من برای شما درس نمیدهم، فقط میخواهم که شما چی کنید؟ اینها رو کوشش کنید از یاد کنید، چون که برای یاد گرفتن یعنی لغت عربی یک رکن خیلی کلان، یک شرط خیلی کلان این هست که شما باید
یعنی کوشش کنید که کلمه هایی که میدانید آنها رو بیشتر و بیشتر کنید. چقدر قانون ها رو شما از یاد کنید و یاد بگیرید تا وقتی که کلمه های عربی رو یاد نگیرید، اگر ترجمه کلمه ها رو ندانید چطور میتوانید که جمله بندی کنید و موصوف و صفت بسازید؟ پس این بعضی کلمه های هست که در دوران همین هفته تا هفته دیگر شما از یاد کنید. من کلمه ها رو میخونم، اگر خواهید شما یعنی نویسید طریقی تلفظشون، چون که من در متاسفانه در کامپیوتر وقتی که اعراب میگذارم اعراب ها هر طرف میروند. غفورون بخشنده، غفور یعنی به تاجیکی هم غفور گفته می شود، در قرآن خیلی زیاد می آید بخشنده. حسنون حسن خوب، نیکی. سوم هست عظیمون بزرگ، عن النبأ العظیم، مثلا درباره خبری بزرگ. عظیم این میتواند که درباره خبر باشد، درباره چیز باشد، درباره کسب باشد و غیره. علیم عذاب علیم که زیاد شاید بخونید، درد آور، دردناک. زیادی وقت عذاب با عذاب آورده می شود همین صفت، یعنی که عذابی دردناک. قدیر قدرتمند، کبیر کلان، قلیل کم، صغیر خرد یا میده، قدیم قدیمی یا اینکه کهنه که میگوییم، جدید یا جدید یا اینکه نو. خب این کلمه های خیلی آسان رو من برای شما برای این درس انتخاب کردم، اما از درس های بعدی کلمه های کلانتر رو یعنی دشوارتر رو اضافه میکنم. به هر حال صحیفه آخران که مشق می باشد، خطاها رو در این جمله ها اصلاح کنید. این 4 قانون های موصوف و صفت رو در نظر گرفته، حالت اعراب، معرفه و نکره بودن، جنس و عدد و همین صحیفه رو شما از یاد کنید. این خیلی مهم هست که وقتی که یک مرکب موصوف و صفت بیاید شما باید فوراً ببینید که خب 4 شرایط، یکم، دوم، سوم، چهارم، هر 4 شرایط رو باید ببینید که هر 4 شرایط رو پورا میکند یا اینکه نه. اکنون باری شماست. ترجمه درست است، اما این جمله های یعنی عربی نادرست است. خب من گفتنی هستم قرآن کریم. اینجا به از جهت موصوف و صفت هر دوشون وی هستند، موصوف و صفت هستند، اما از جهت وی یکم قاعده از جهت حرکت یک هستند، دوم قاعده از معرفه و نکره بودن نکره هستند، بلکه الف و لام ندارن. از سیوم جهت یعنی از جنس هر دوشون هم یک هستند. بعد از جهتی باز یک چهارمین ویش بود، از جهتی عدد هم یک هستن. خب درست، یعنی که این جمله درست هست یا مرکبی درست هست؟ نه، فقط نادرست است. قرآن کریم باید شود، اول موصوف شود بعد صفت شود. درست گفتید، ماشاءالله. این یک یعنی نقطه بود که من ظاهرا به شما پیش نکرده بودم، نگفته بودم، اما یعنی چنانی که میدانید موصوف باید عموما اول بیاید و بعدا صفت. پس در اینجا گرچنده که در هر 4 شرایط یک هستند باید موصوف اول بیاید و یک خوبیش این هست که در زبان تاجیکی هم موصوف اول ترجمه می شود یا اول گفته می شود و بعد صفت رو گفته می شود. بعضی دیگر زبان هایی که من آنها را یعنی با آنها درس می دهم، من باید به شاگرد بگویم که اول یعنی صفت رو ترجمه کن بعد یعنی موصوف رو، چون که در دیگر زبان ها بعضی وقت صفت اول می آید بعد موصوف. اما خوبی یعنی زبان تاجیکی و فارسی همین هست که در زبان فارسی هم موصوف اول ترجمه می شود. پس در اینجا وقتی که می بینید قرآن کریم باید قرآن اول بیاید، قرآن کریم. درست. بعداً العمل الصالح، آن عمل صالح، العمل صالح. در اینجا عمل معرفه شدگه از صالحو نکره هسته، برای همین یکتا چیرا رعایه نکردگه یک قاعده را العمل الصالح باید شود. درست گفتید. العمل صالحو. درست گفتید. از میمونی. خب اکنون من در اینجا درستش رو می نویسم. جمله سوم الجنة الجمیل. اینجا در 4 بخشی که ما گذاشتیم فقط در یک بخش خطا شده است، یعنی در جنس. اینجا باید الجنة الجمیلة باید باشد، یعنی که
هم جنس باید باشد. جنتو که مؤنث است باید الجمیلتو هم مؤنث کنیم. بله درست گفتید، بهترین جواب دادید. الجنتو خواهرمان برای ما گفت که در اینجا تا اشاره میکند و همین جنت خودش هم کلمه جنسی یعنی جنسی مؤنث دارد، جنسش زنانه هست، پس صفت هم باید از جهت جنسی یک باشد. از دیگر جهت ها چنانه که اپامان با ما گفت که هر دویشون موافق هستند. الف لام هم از جهت خاص بودن، از جهت اعراب، از جهت عدد یک هستند، فقط از جهت جنسی. پس من در اینجا برای شما می نویسم جنس، یعنی کمبودیش جنس بود، اینش کمبودیش چی بود؟ معرفه بودن. خب اونقدر خوبم نوشته نمیشه در اینجا. به هر حال چهارم، بنتون صالحتون، دختری یا دختر صالحه. بنتون صالحتون از جهت اعراب هر دوشان یک هستند، از جهت نکیره هر دوشان یک هستند، هر دوشان نکیره هستند، از جهت جنس هر دوشان جنس زنانه هستند و از جهت عدد هر دوشان یک هستند. درست. دختری صالحه. یعنی که این جمله درست هست؟ بله این جمله درست است. خب پنجم، اجر عظیمتون، اجری عظیم. السلام علیکم و رحمتullohi و برکاته. در اینجا از جهت علامت های اعرابش یک هستند، بعدا از جهت جنسشون باشد یک نیستند. اجرون این مؤنث نیست، عظیمتون مؤنث است. درست گفته. میگوید که در اینجا تون آمده است، یعنی که جنسی صفت در اینجا جنسی مؤنث آمده است و در موصوف جنسی مؤنث نآمده است. پس ما باید از همین عظیمتون باید تا رو حذف کنیم، عظیمون بگوییم، اجرون عظیمون، اجری عظیم. پس من در اینجا درستش رو می نویسم. الحمدلله، یعنی همین بود، همه مثال ها رو درست کردید و همین هست آخری درس. در همینجا وقفه میکنیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.